سلام دوستان، وقتتون بخیر. با پسوندهای پرسشی یا پسوندهای سوالی در خدمتتون هستم. یکی از روش‌های سوالی کردن در ترکی. در ترکی دو روش برای سوالی کردن یا سوال پرسیدن داریم. یکیش پسوندهای سوالی هست، یکیش هم ضمایر سوالی هست. الان می‌خوایم پسوندهای سوالی رو بخونیم. خب ما 4 تا پسوند سوالی داریم. م اونی که آی بی نقطه داره، م اونی که آی بی نقطه داره، م پس اونی که آی با نقطه داره، می اونی که یو بی نقطه داره، مو اونی که یو با نقطه داره، می هر کدوم از اینا کی میان؟ اینها پسوندهای سوالی ما هستن که با آخر یک جمله قرار میگیرن، بعد یک کلمه قرار میگیرن و سوالی میکنن اون حالا جمله یا متن رو. نگاه کن، اگه آخرین حرف صدادار هر کلمه آ و آی بی نقطه باشه، از پسوندی استفاده میکنیم که آی بی نقطه داره. اگه آخرین حرف صدادار یک کلمه ای و آی با نقطه باشه، از پسوندی استفاده میکنیم که آی با نقطه همراه خودش داشته باشه. مورد بعدی، اگر آخرین حرف صدادار کلمه اوی بی نقطه و یو بی نقطه باشه، از پسوندی استفاده میکنیم که یو بی نقطه همراه خودش داشته باشه. اگر آخرین حرف صدادار کلمه مورد بعدی اوی با نقطه و یو با نقطه باشه، از پسوندی استفاده میکنیم که یو با نقطه همراه خودش داشته باشه. این قانونی که گفتم قانون پسوندهی است، قانون پسوندهی، و در تمام مواردی که 4 تا پسوند در کار باشن این قانون مورد استفاده قرار میگیره و خیلی هم آسون و روون هست. پس ما پسوندهای سوالی 4 تا داشتیم که هر کدوم بر اساس آخرین حرف صدادارشون متفاوت میان. پسوندها از روشون یک بار دیگه براتون تلفظ میکنم: م، می، مو، می. حتما این پسوندها رو تلفظ کنید و یاد بگیرید. خب بریم سراغ کاربردشون. نگاه کن، معمولا اینها در آخر جمله میان. البته بعد یک کلمه‌ای هم میتونن بیان و اون کلمه رو مورد پرسش قرار میدن. خب نگاه کن، قسمت معمولش اینه: burası sınıf mı؟ اینجا کلاسه. burası یعنی اینجا، sınıf یعنی کلاس. burası sınıf mı؟ اینجا کلاسه، اینجا کلاس هست. نگاه کن، صنف آخرین حرف صداداش آی بی نقطه است، پس پسوندی میاد که آی بی نقطه همراه خودش داشته باشه. مورد بعدی: burası ev mi؟ اینجا خونه هست، اینجا خونه هست. خب ev به معنی خونه. ev کلا یه دونه حرف صدادار داره، اونم ا هست، پس پسوندی میاد که آی با نقطه همراه خودش داشته باشه. مورد بعدی: o gözlük mü؟ او gözlük mü؟ اون عینکه. gözlük یعنی عینک. نگاه کن، gözlük آخرین حرف صدادارش یو با نقطه است، پس پسوندی میگیره که یو با نقطه همراه خودش داشته باشه. امیدوارم مفید باشه. حتمی لایک و سابسکرایب کنید.